چند گوساله دیگر اینجا یافت شد در تهران. امروز دارم از خیابون رد میشم. اینجا پشت میدان ونکه و یک گوساله نگاه کنید اینجا گذرگاه عابر پیاده است و این گوساله اینجا پارک کرده. من برای اینکه بیام اینجا نگاه کنید خط عابره و اون برای خیابونم اگه ببینید خط عابر بوده و اول همین هیچ کس به من اجازه عبور نمیده. نگاه کنید اینو نگاه کن هیچ کس اجازه عبور به من نمیده. بعد این ماشین نگاه کنید اومده اینجا پارک کرده. بعد کدوم آدمی با عقل و شعور میگه ایرانیان با فرهنگن؟